برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام تماشابینان عزیز و گرامی، برنامه تحلیلی دیدگاه است. در استودیو با شما شوکتی محمد هستم. یکی از اولین مکان‌های جمع‌شوی مردم که با قرار حکومت 18 اپریل سال گذشته بسته شدند، مسجدها بودند که 9 ماه می شود درهایشان قفل زده است. تاجیکستان شاید یگانه کشور در جهان باقی میماند که تا حال نمیخواهد درهای مسجدها را باز کند، در حالی که بیشتر کشورها قبل از اجازه دادن به بازگشایی مرکزهای سودا و دلخوشی، بازار و مکتبها اجازه افتتاح مساجد را داده بودند. مگر با همین مناسبت مقامات از دینستیزی خود درک نمی‌دهد؟ بیایید این مسئله را دیده می‌بریم. مقامات تندرستی تاجیکستان از 2 روزی بدون گرفتاران کرونا ویروس و ثبت همگی 4 نفر در سنه دوم ینور خبر دادند. طبق اطلاع مقامات بیش از 97% بیماران شفا یافته‌اند و تنها حدود 300 نفر که مرحله سبک بیماری را از سر می‌گذرانند در خانه‌هایشان زیر نظارت طبیبان طبابت می‌گیرند. در بیمارخانه‌ها کسی بستری نیست و کمتر کسانی با نشانه‌های کووید 19 به بیمارخانه‌ها مراجعت می‌کنند. در حالی که جهان با موج دوم ویروس دست به گریبان است و بیشترین افزایش شمار گرفتاران نیز در ماه گذشته بوده است که یک بار 20 میلیون نفر گرفتار شدند، تاجیکستان از پیروزی تقریباً کامل به ویروس کرونا گزارش می‌دهد. البته بنابر دروغ‌های همیشگی و بالاخانه‌دار که مقامات کشور در آمارهایشان ارائه می‌کنند، نمی شود به این دعواهای وزارت تندرستی به پررگی باور کرد. ولی پرسش‌های ما نشان دادند که واقعاً بیماری از کشور تقریباً رخت برداشته است و در چند بیمارستانی که قبلا صدها نفر بستری بودند، هیچ گرفتار بیماری که به خاطر گرفتاری به کرونا ویروس طبابت می‌گیرند وجود ندارد. ولی چون موضوع امروزه ما کرونا ویروس نیست، بحث بیشتر در این باره را به وقت دیگر می‌گذاریم. چگونگی و عامل‌های رفع کرونا ویروس از کشور و سهم مقامات خود مردم در آن یک بحث کامل با جلب کارشناسان را ما می‌خواهیم حتما در روزهای نزدیک به آن بپردازیم. حالا موضوع ما این نیست. یکی از اولین مکان‌های جمع‌شوی مردم که چنانه که در بالا ذکر کردم، با قرار حکومت 18 اپریل سال 2020 بسته شدند. این حالا 9 ماه می شود که درهای مسجدها قفل زده است. تاجیکستان شاید یگانه کشور در جهان باقی میماند که تا حال نمیخواهد درهای مساجد را باز کند، در حالی که بیشتر کشورها قبل از اجازه دادن به بازگشایی مرکزهای سودا و دلخوشی، بازار و مکتبها اجازه افتتاح مسجدها را داده بودند. در تاجیکستان چه؟ در تاجیکستان برعکس، برخی مکانهای جمع‌شوی مردم را اصلاً کرانتین نکردند. برخی دیگر را زود اجازه فعالیت دادند. بازار و مرکزهای سودا، دیسک کلوب و مکتب و دانشگاه‌ها که مردم برای ساعت‌ها آنجا جمع بشوند و شمارشان هم از صدها به هزارها میرسد، گشاده باقی ماندند. اما مسجدها چی؟ اما درهای مسجدها که مردم آنجا برای چند دقیقه جمع میشوند و امکان سرایت کرونا ویروس صدها مراتب کمتر از مکان‌های در بالا گفتگیمان هست، در این مسجدها بسته. یگانه پاسخ مقامات به این سوال که چرا نمیخواهند به فعالیت مسجدها اجازه دهند،
این است که میگویند آنجا بیشتر پیرانسالان هستند و به پیرانسالان به آسانی کرونا ویروس میچسبد. برای همین میگویند که ما به خاطر آنکه به مسافران زودتر کرونا ویروس میچسبد و آنها زودتر به کرونا ویروس گرفتار میشوند، به خاطر جلوگیری و حمایت از سلامتی آنها ما مسجدها را حالا نگشاده ایم. سراج الدین حبیب الله، یک طبیب تاجیک که در روسیه این همه مدت با ویروس کرونا سر کار گرفته است، میگوید این تصمیم مقامات مثل این است که برای خنک نشدن خانه شما یک تریزه آن را میبندید اما تریزه های دیگر کشاده باقی میمانند. این طبیب میگوید اگر پیرانسالان در یک خانه یا منزل علاهیده می ایستادند و یگان نفر از نزدیکانشان با آنها در تماس نمیشد، این قرار شاید فایده آور بود و سلامتی پیرانسالان را حفظ میکرد. ولی ویروس را فرزندان آنها از بازار یا از مغازه، نبیره هایشان از مکتب میتوانند به خانه آورد و آنها را سرایت کنند. در بیشتر حالتها کودکان و نورسان پهن کننده اساسی ویروس هستند، چون که در خودشان نشانه های آن دیده نمی شود. به گفت همین طبیب، یک تحقیقات در هندوستان نشان داده است که 68% گرفتار شدگان از کودکان و نورسان سرایت شدند که خودشان از بیماریشان خبر نداشتند. به گفته این طبیب، برعکس بستن مسجد اگر امکان سرایت را زیاد هم نکرد، امکانی با دشواری گذراندن بیماری را برای پیرانسالان بیشتر میکند. این طبیب میگوید قدم زنی در رفت و آمد به مسجد و هوای تازه ایمونیتت آنها را قوی میکند. صحبت با همسالانشان عصبهایشان را آرام میکند. اما در خانه حبس بودنشان هم ایمونیتت را پست میکند و هم عصبهای آنها را خراب میکند. در نتیجه اگر به بیماری گرفتار شوند، آن را با مشکلی و عذاب از سر میگذرانند. این طبیب تاکید کرد که در تمام دنیا حتی در عین اوج پاندمی نمازهای جماعت در مسجدها برگزار می شدند، ولی با رعایت فاصله 1 متری در صفها و با بستن نقابچه. در تاجیکستان یگان تحقیقات گذرانیده نشده است که چند فیصد بیماران در مکتبها، مسجدها، کوچه بازار و نقلیات جمعیتی سرایت یافتند و چند فیصد در یک جای دیگر. پس اهل مسجد را جداگانه احتیاط کردن بیشتر مجازات و محدود کنی را میماند، نه مهربانی مقامات را. همچنین جنت الله کامل، دانشمند علوم اسلامی، میگوید اگر در حقیقت مقصد حکومت تاجیکستان از بستن در مسجدها پیشگیری از خطر ویروس می بود، پس در آن هنگام نه تنها در مسجدها بلکه در آن همه مرکز و تویخانه و دیسکوتک ها را نیز که خطر پنشوی ویروس در آنها به مراتب بیشتر است بسته میکرد. زیرا به همایی که در بازار تویخانه و مرکز و دیسکوتک ها می شود به مراتب بیشتر از مسجد ها است. اگر در حقیقت مقصد و هدف حکومت کشور از بستن در مسجدها این پیشگیری ویروس می بود، پس در این صورت نه تنها در مسجدها را بلکه در تمام آن مکانهای جمعیتی را از قبیل تویخانه و رستوران ها و لااقل دیسکوتک ها را بسته میکرد. زیرا اختلاطی که
در این اماکن می شود، مخصوصا در تویخانه و دیسکوتک و دیگر مکانهای جمعیتی به مراتب بیشتر از اختلاط در مسجد است. پس فهمیده می شود که مقصد حکومت کشور از بستن در مسجدها نه تنها پیشگیری از ویروس است. در اینجا من فکر میکنم که یک دشمنی با ارزش‌های اسلامی یا حقدی حکومت کشور با مکانهای عبادت از جمله مسجدها پورا نمایان است و این دشمنی حکومت را ما با ارزش‌های اسلامی بغیر از این در دیگر مثال‌ها میتوانیم بیان کنیم. تراشیدن ریش مردها، گرفتن حجاب زنها و صدها دلیل دیگر هم وجود دارد. بله، یک زمان بود در اول پیدایش ویروس تمام دانشمندان اسلامی فتوا صادر کردند که لااقل خواندن نمازهای جماعت در مسجدها موقتا منع کرده شود، زیرا اون هنگام در تمام کشورها و یا همه کشورها کرانتین عمومی اعلان کردند. در اونجا نه تنها در مسجدها، در تمام مکانهای جمعیتی بسته شده بود و علمای اسلامی هم به خاطر پیشگیری این ویروس فتوا صادر کردند که لااقل در مسجد هم که مردم جمع می شوند برای پیشگیری این ویروس موقتا بسته شود. اما اینه که مثل حکومت تاجیکستان در همه جای جمعیتی باز باشد، همه جا باز باشد، فقط در مسجدها به بهانه پیشگیری ویروس بسته شود، این را هیچ عقل سالم قبول نمیکنند. طوری که گفتم از این حقد و دشمنی این حکومت به این ارزش‌های اسلامی آشکارا دیده می شود. عاقبت دیگر از این عمل حکومت این است که ناباوری و نگرانی بین مردم و بین حکومت خیلی و خیلی افزایش می یابد و بیشتر می شود. شما ببینید که مردم دیگر انا می بخشید نادان و جاهل که دیگر نیست. مردم می بیند که در تویخانه باز است، در دیسکوتک باز است، در همه اماکنی یا که مکانهای جمعیتی باز است و تنها در مسجدها بسته است. دیگر خود اونها حس میکنند که مقصد و هدف حکومت کشور از این عمل چی است. به همین خاطر این کارهای نادرست و ضد دینی حکومت را وقتی که مشاهده میکنند، نگرانی آنها، ناباوری آنها به حکومت روز به روز بیشتر می شود و این ناباوری و نگرانی در آینده شاید به اعتراضهای دست جمعی هم سر بزند. اما چنانه که این عالم دین ذکر کرد، حالا همه جا باز است و مردم به ملال و به ممانعت جمع می شوند و تنها در مسجدها بسته است. پس فهمیده می شود که این تصمیم حکومت برای بستن در مسجدها نه پیشگیری از ویروس، بلکه یک نمود بدبینی به ارزش‌های دینی از جمله مسجدها می باشد. به اندیشه ما حکومت با مسجد بندی چند مقصدهای خود را پیاده می کند. یکی از این مقصدها این است که مردم را از مکانهای عبادت دور می کند و این مکان عبادت را در نظر مردم ناچیز و بی تاثیر نشان می دهد و یا امید مردم را از بزرگی و قدرت خدا کم می کند. چیز دیگر، محروم ساختن جوانان و مردان از تعلیم و تربیت دینی که از مهمات زندگی یک مسلمان است. این کار نه تنها به فرهنگ هزار ساله اسلامی مردم تأثیر منفی می رساند، بلکه حداقل باعث افزایش جنایت ها می گردد. یکی از مقصدهای دیگری مقامات تخمین زده می شود این است که رشته های مهر و محبت اسلامی که در نتیجه همین مراسم های اسلامی از جمله نماز جماعت به وجود می آید و از عامل های وحدت در جامعه است کنده شود. ببینید،
حتی در کشورهای پیشرفته غربی که برای پیشگیری و پیدا کردن واکسن برای این ویروس در جای اول هستند، در این مسجدها و عبادتخانه ها را نبستند. در کشور آلمان و چندین کشور دیگر کرانتین سراسری اعلان کرده همه مکتب و چایخانه، دیسکوتک تویخانه و مغازه های غیر خوراکواری را بستند. اما دستور دادند عبادتخانه ها باز باشند تا مردم از عبادت و نیایش خود با پروردگارشان محروم نباشند. آنها با اینه که از نگاه علمی و تکنیکی خیلی پیش قدمند، اما باز هم با بستن در تمام مکانهای جمعیتی در عبادتخانه ها را باز مانده مردم خود را تشویق بکنند که برای پیشگیری از این ویروس از عبادت و دعا نیز کار بگیرند. این عملی حکومت، مسجد بندی حکومت، میتواند ناباوری و نگرانی بزرگی را بین مردم کشور که اکثر مطلق دین دارند و بین حکومت ایجاد کند و این ناباوری در آینده شاید بیشتر شده سبب اعتراضهای گوناگون هم شود. تماشابینان گرامی، فکر میکنم مسجد بندی اصلا بستگی به کرونا ویروس ندارد. این جریان 10 سال پیش انیقترش بعد انتخابات سال 2010 بعد قبول پروتکل 3220 در سال 2011 شروع شده است. تا رسیدن پای کرونا ویروس به کشور، مقامات با بهانه‌های گوناگون که اصلی ترینشان نداشتن حجت گفته میشد، بیش از نیم مسجدهای کشور را بستند. همچنین فشار بالای جوانان مسجد رفت تا حد بالا رفته بود که قبل از کرونا ویروس کمتر جوان جرأت به مسجد روی میکرد. تنها فعال بودن در رفتن به نماز بامداد و عشا سبب بازداشت دهها جوان و به آنها زدن اتهام سلفی و روانه زندان شدنشان گشته بود. هرچند مقامات تا آخر در آمارهایشان شماره مسجدها در کشور را بیش از 4000 عدد می گفتند، یک تحقیقات ما نشان داده بود که در کشور 2000 هم مسجد باقی نمانده است. 2000 هم. با وجود این که مقامات محلی، کمیته دین، وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی در حسابات‌های نیم ساله و نشست‌های مطبوعاتیشان سالانه از بستن صدها مسجد حسابات می‌دادند و مسجد کشایی کاملا قطع گشته بود، آمار رسمی درباره شمار مسجدها تغییر نمی‌کرد. یک خیل میگفتند 4000 مسجد داریم، میگفتند 1000 مسجد رو بستیم، با میگفتند 4000 مسجد داریم، میگفتند 500 مسجد دیگر رو بستیم، باز میگفتند 4000 مسجد داریم. این در حالی بود که افتتاح یا کشاده شوی یگان مسجد رسانه‌ای نمیشد. فقط مسجد رو ویران کردیم، مسجد رو دیسکو کلوب کردیم، مرکز تفریحی کردیم، بیمارخانه کردیم، بنگاه طبی کردیم، باغچه بچگانه کردیم ها زیاد بودند، اما یک مسجد کشاده شدنش رسانه‌ای نمیشد. یعنی یک مسجد اضافه نمیشد. هزار مسجد رو میبستند، تعدادی مسجد در تاجیکستان 4000 میموند. حالا هم مقامات درباره مسجدها چنان حرف میزنند که گویا همه مسجدها باقی ماندند و همهشان عمل میکنند. این به خاطر چی است؟ ما در تاجیکستان کمیته دین داریم، اما کمیته دین باری هم شمار مسجدها را با نامش در یک صفحه خودش جا نداده است. همه مسجدهای تاجیکستان نام دارند، نشانی دارند، نام کوچه دارند. همین رویخطها در اختیار کمیته دین هست برای آنکه همه اینها به رسمیت درآورده شدگی هستند
و روی خطش به کمیته دین پیشنهاد شده است. اگر کمیته دین راست میگوید که در تاجیکستان زیاده از 4000 مسجد هست، روی خطش را به مردم پیشنهاد کند، چون کار مشکلی نیست، در کامپیوترش وجود دارد به طور الکترونی. کنی روی خط مسجدهای رسمی را به مردم پیشنهاد کند که ما ببینیم در تاجیکستان چقدر مسجد رسما فعالیت میکند. دروغ میگوید، به 2000 نمیرسد خلا مسجدهای تاجیکستان. اگر راست میگوید روی خط مسجدهای رسما میشناختگیتان را مرحمت نشر کنید که روی خط در شما تیار است. حالا ببینید، چند روز پیش رستم امامعلی شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی گفته بود که قید کردن به مورد است که عین زمان در شهر دوشنبه مجموعاً 74 مسجد فعالیت دارند. از این شماره 19 مسجد جامع، 55 مسجد 5 وقته می باشند. در حالی که دری حتی مسجد مرکزی بسته است و هیچ مسجد فعالیت نمی کند. در قلف این جانور خدا می براید، می گوید فلان قدر مسجد داریم. مبارزه با مسجد را به نفرت شخصی رئیس جمهور امامعلی رحمان به خانه های خدا نیز مردم بستگی می دهند. طبق اطلاع منبع های گوناگون، امامعلی رحمان از دیدن بنا به خصوص مناره مسجد سخت در غضب می شود، دل لرزک می شود و زیردستانش را با قبیح‌ترین لفظها دشنام می دهد. این است که قبل از هر سفر امامعلی رحمان به منطقه ها چند مناره مسجد تخریب می شود و حالا هم شده ایستاده است. به نظر می رسد مقامات در فکر باز کردن مسجد ها نیستند. ظاهراً منتظرند که مردم به کوچه ها می رسد تا نه تنها مسجد های تا شروع کرونا ویروس فعال بوده، بلکه مسجد های غصب شده و به اداره های ماموری تبدیل شده را نیز مردم باز پس بگیرد. این بود برنامه امروزه دیدگاه. برنامه های دیگری ما را در شبکه های اجتماعی و پایگاه پیام.net لطفاً پیگیری کنید. تماس با ما توسط پیام رسان های واتساپ، وایبر، ایما و تلگرام با رقم 49 15 16 46 15 947. خودتان و نزدیکانتان را از سرایت کرونا ویروس احتیاط کنید. در پناه الله بمانید. خیر، با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net.